یه روز معمولی بود. امیلی ساژه، معلم فرانسوی قرن 19 سر کلاس بود که دانش آموزا خشکشون زد. چند تا از بچه‌ها با ترس گفتن خانم پشت سرت یکی وایساده، عین خودت. اون موجود هیچ صدایی نداشت، تکون نمیخورد و فقط حضور داشت. این اتفاق فقط یک بار نیفتاد، بارها توی مدرسه دیدنش. داستان امیلی تو کتاب فیزیک نامرئی ها اومده و هنوز هم یکی از عجیب ترین مستندات از چیزی به اسم همزاد شناخته میشه. سلام، من ندام و اینجا کانال پارس فکتوریه. امروز قراره با هم بریم سراغ یه پرونده مرموز از دل تاریخ، علم و باورهای عجیب، ماجرای همزادها. شاید برات جالب باشه بدونی ماجرای امیلی اولین نبوده. توی مصر باستان همزاد یعنی بخشی از روح که بعد از مرگ از بدن جدا میشد و زندگی مستقل خودش رو داشت. توی اسکاندیناوی همزاد قبل از خود آدم ظاهر میشد. مثلا قبل اینکه بری خونه یکی صدای قدمات رو میشنیدن یا صدات رو میشنیدن. توی فرهنگ خودمون توی ایران قدیم همزادها بخشی از باورهای باطنی بودن. میگفتن آدم تو لحظه های سرنوشت ساز ممکنه با همزاد خودش روبرو بشه و اگه ببینیش یعنی یه تغییر بزرگ یا مرگ توی راهه. و حالا بریم سراغ پرونده واقعی شماره 1، ماجرای جورج، کارمند بانک توی لندن، سال 1983. یکی از عجیب ترین برخوردها با همزاد بوده. جورج سوار مترو شد. توی کوپه روبرویی یه مرد با ظاهری کاملا آشنا نشسته بود. جورج گفت فکر کردم آینه است، ولی اون مرد یه لبخند زد و گفت من تو نیستم، من اونیم که باید می شدی. اون تجربه باعث شد جورج تا مدتها دچار اضطراب شدید و احساس دوگانگی در وجودش بشه و تا آخر عمرش باور داشت که همزادش بهش هشدار داده. حالا علم چی میگه؟ توی سال 2015 دانشمندهای اسپانیایی پروژه‌ای راه انداختن برای بررسی اینکه چرا بعضیا به طرز عجیبی شبیه همن. اونا فهمیدن که آدمایی که هیچ ارتباط خانوادگی ندارن گاهی 80 تا 90% شباهت ژنتیکی دارن. یعنی چی؟ یعنی ممکنه همزاد شما واقعا وجود داشته باشه، البته از نظر آماری. ولی علم فقط اینو نمیگه. یه پدیده عصبی وجود داره که باعث میشه مغز به خاطر استرس، بیماری یا آسیب خودش رو از بیرون ببینه. این پدیده تو بیماران صرعی یا افرادی که دچار فلج خواب میشن بیشتر گزارش شده. ولی اینا فقط توجیه‌های مادی هن. خیلی‌ها تجربه هایی داشتن که هیچ دستگاه EEG یا MRI نتونسته توضیحش بده. پرونده بعدی، پرونده واقعی شماره 2، تهران، سال 1393. در کتاب سایه‌ها و همزادها نوشته سعید تقوی یه داستان عجیب از کارگری به اسم حسین سین آورده شده. سال 1393 حسین میره داخل آسانسور ساختمونی که داخلش کار میکرده. وقتی برق میره آسانسور گیر میکنه. نه نور، نه آنتن، نه دکمه ها کار میکردن. در آسانسور یهو باز میشه و اونجا یه نفر وایساده بوده، خودش. همون لباس، همون حالت صورت، فقط سرد و بی احساس. بهش نگاه میکنه، چیزی نمیگه و سمت پله ها راه میفته و محو میشه. درست چند ثانیه بعد برق میاد و آسانسور دوباره حرکت میکنه. حسین بعداً گفت اون لحظه حس کرده اگه اون موجود نمی اومد شاید هیچ وقت از اونجا زنده بیرون نمی اومد. خب حالا بریم سراغ فرضیه‌های جنجالی. اگه نخوایم همه چی رو فقط با مغز و آمار توضیح بدیم، این فرضیه ها وجود دارن. نظریه جهان‌های موازی. شاید ما تو یکی از بی‌نهایت دنیاها زندگی می‌کنیم. همزادها نسخه‌های از ما در دنیاهای دیگه‌اند و گاهی یکی از اون دنیاها درس پیدا می‌کنه. نظریه موجودات هوشمند غیرمادی. بعضیا میگن همزادا موجوداتی هستند که خودشونو شبیه انسان در میارن و اما فرضیه انرژی های آینه‌ای. شاید ما دو قطبی هستیم، یه من فیزیکی و یه من انرژی که گاهی اوقات مرز بین این دو میره کنار. حالا با همه این ماجراها تو چی فکر میکنی؟ تو تا حالا تجربه از دیدن همزاد داشتی یا کسی بوده که بگه من تو رو جای دیگه دیدم در حالی که اونجا نبودی؟ حتما برام کامنت بذار و اگه دوست داشتی تو قسمت بعدی بریم سراغ جنایی که خودشونو به شکل همزاد ظاهر میکنن یا شاید واقعا اونا پشت این پدیده باشن. پس تا ویدیوی بعدی مواظب باش، شاید یکی شبیه خودت داره این ویدیو رو همین الان یه جای دیگه میبینه. تا یه ویدیوی دیگه، بدرود.